ولا يسلبون الفاسق الملی اسم الایمان بالکلیتی و یخلدونه فی النار کما تقوله المعتزله. گفتم بسیار سخنی زیبا. ولا یسلبون، اهل سنت و الجماعت سلب نمی کنند، یعنی کشیده نمی گیرند از فاسق ملی. فاسق ملی یعنی کی؟ فاسق ملت اسلام، یا شخصی که در داخل دین مقدس اسلام از مسلمان است لیکن فاسق است، نعوذ بالله، دروغ میگوید، عرق میخورد، زنا میکند، دزدی میکند، نسأل الله السلامة و العافیه. این فاسق است، از امر و فرمانهای شریعت بیرون میبراید. فاسق ملی هست، فاسق غیر ملی نیست، یعنی فاسق کافر نیست، فاسق ملی هست. از این اسم ایمان رو به کلی، به پرگی نمیگیرند اهل سنت و الجماعت، پر ایمان رو از او نمیگیرند. و یخلدونه فی النار، نمیگویند که این فاسق در آتش دوزخ ابدی میسوزد، نمیگویند کما تقوله المعتزله، چگونه که معتزله و خوارج این گونه گپ میگویند. اهل سنت و الجماعت این خیلی نمیگویند، میگویند که بل الفاسق یدخل فی اسم الایمان، میگویند که فاسق هم در زیر کلمه ایمان داخل است. فی مثل قوله تعالی، در مثل قول الله تعالی که فتحریر رقبة مؤمنه، پس یک غلام مؤمنی را آزاد کنید. گفت یک غلام اگر مسلمان باشد، اگرچه فاسق باشد، دزد، یک مسلمانی دزد پر است، این خیلی مسلمان ها، مسلمانی دروغچی هست، می شود غلام آزاد کردن. الله تعالی یک غلام مؤمن آزاد کن گفت. اگر همون غلام دزد باشد، فاسق باشد، ولی مسلمان باشد، آزاد کرده می شود، میگن شیخ الاسلام. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. ولا يدخل فی اسم الایمان المطلق، لیکن به ایمان مطلق این گونه فاسقان نمی درآید. ایمان مطلق یعنی ایمان زیاد، ایمانی بر درجه عالی، کما فی قوله تعالی، چگونه که الله تعالی در سوره انفال گفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن حقیقی آنهایی هستند که اگر ذکر الله شود قلبهای آنها میترسد، وقتی که نام الله را میشنوند. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که به آنها آیت الله تعالی تلاوت کرده میشد، ایمان آنها زیاد میشود. و علی ربهم یتوکلون، و به پروردگارشان در جلب منافع و دفع مضار، یعنی در جلب فایده ها و نعمت ها و دفع ضرر ها و بدی ها توکل میکنن، یعنی تکیه میکنن. یعنی به این جایی که اینجا مومنون گفت، به اینجا علاقه این فاسق نمیدراید، برای اینکه مومن های حقیقی ترجمه درستش، مومن های حقیقی آنهایی که وقتی که نام الله ذکر کرده میشد قلب آنها به ترس میدراید و ایمانشان زیاد میشود و به الله تعالی توکل میکنند. و قول النبی صلی الله علیه و سلم، و این چنین به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، زیناکار وقتی که زنا میکند هنگام زنایش و مؤمن نیست. گفتم نفی ایمان کردن، یعنی اینجا به معنای ایمانی کامل، یعنی در این صورت او ایمانی کامل ندارد. گفتم در همین جا علاقه زناکار به آن ایمانی که ایمانی مطلق است، ایمانی کامل است نمیدراید، ایمانش پست است. زناکار هنگامی که زنا میکند او مؤمن نیست. انا همین حدیث و مانند این حدیث ها و نصوص قرآن و سنت گرفتند خوارج و معتزله و به سبب گناه کبیره مسلمانی که گناه کبیره میکند از حدود اسلام برآورده، گفتن که کافر است. ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که دزدی نمیکند هنگامی که دزدی میکند، یعنی در عین وقت دزدی حالان که وی مؤمن باشد، یعنی که حالا که مؤمن ایمانش کامل باشد. یعنی انیق است که وقتی که انسان وقتی دزدی ایمانش پست است، اگر ایمانش بلند میشد دزدی نمیکرد. ایمان یعنی تصدیق، باوری. او اگر به عذاب الله تعالی باور می‌داشت به درجه بلند دزدی نمیکرد. دزد اگر دزدی کردنی شد، مثلا یک چیز را در خانه کسی دید کسی در خانه وجود ندارد، چیز قیمت بها، خواست که در آمده گیرد،
ولی ایمانی او به روز آخرت، ایمانی او به الله تعالی، به این که من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، کسی که اگر یک چیز به خاطر الله اگر ترک کنه، الله تعالی از وی عوض نیک میدهد. اگر او ایمانی به درجه بلند می داشت، باوری به آن می داشت که حاضر اگر همین دزدی رو نکنه الله برای او همین به طریق حلال از این بهترش عوض میدهد، اگر همین قدر ایمان می داشت همین کار رو نمی کرد. یعنی عینی زمان ایمانی کامل ندارد. ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، شخص مؤمن وقتی که عرق می نوشد در آن هنگام او مؤمن نیست. نسأل الله السلامت و العافیه. شخص مؤمن، کسی که ایمانی بلند دارد، عرق نمی نوشد. وقتی که عرق می نوشد در آن حالت و ایمانی بلند ندارد، ایمانش بی نهایت ضعیف است. ولا ینتهب نهبتا ذات شرف یرفع الناس الیه فیه ابصارهم حین ینتهبها و هو مؤمن. و غارتگر غارت نمی کند یک مالی که قدر و قیمت دارد در نزد صاحبش، حالا که صاحب مال به او چشم می اندازد. یعنی مال کس را غارت نمی کند مگر در آن حالت او مؤمن نیست، یعنی ایمان او کامل نیست. غارتگر از دزد فرقیتش در آن است که او در نظر صاحبش قهرا و غصبا زورا مال او را می گیرد. صاحب مال به مال نظر می کند، مالش در نزد او قدر و قیمت دارد، التجای زاره می کند، ولی قدرتی ندادن را ندارد، برای اینکه غاصب غارتگر دست زوری دارد، مال مردم رو کشیده میگیره. این در همین حالت ایمان او ایمان کامل نیست. حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. و یقولون هو مؤمن ناقص الایمان او مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته فلا یعطى الاسم المطلق ولا یسلب المطلق الاسم. ببینید چه خیلی زیبا بیان کردم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اهل سنت و الجماعت درباره آن مسلمانی که دزدی میکند یا زنا میکند یا آدم میکشد یا غارتگری میکند میگن که هو مؤمن ناقص الایمان، او مؤمن است ولی ایمانش ناقص است. یا اینکه میگن که مؤمن به ایمانه فاسق بکبیرته، به ایمانش که اصل ایمان دارد مؤمن است ولی که به کبیرهش فاسق است. فلا یعطى الاسم المطلق، اسم مطلق داده نمی شود و این مؤمن حقیقی هم گفته نمی شود. ولا یسلب مطلق الاسم، مطلق اسم ایمان از او کشیده گرفته هم نمی شود، بلکه گفته می شود که خیلی که در بالا گفتن مؤمن ناقص الایمان گفته می شود. این درباره عقیده اهل سنت و الجماعت عاید ایمان زیاد می شود و کم می شود و به سبب گناه کبیره انسان از حدود و دایره اسلام بیرون نمی براید. و این حدیثی که الان شیخ الاسلام ذکر کردن، این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است و به دلیل آن که برای چی ما گفتیم که در وقت دزدیش ایمانش کامل نیست؟ به دلیل آن که با اجماع علمای اسلام دزد میراث میخورد از پدرش. اگر کافر میشد میراث نمیخورد. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کافر از مسلمان میراث نمیخورد، مسلمان از کافر میراث نمیخورد. اگر یک انسان صالح از دنیا گذرد و فرزندش دزد باشد، با اجماع علما به او میراث داده میشود. این دلالت میکند که او کافر نیست، او گناه کبیره کرده است.